مثل جیره غذایی این آقایون شکنجه رو صبح و ظهر و عصر اعمال میکردن، نه فقط نسبت به من، نسبت به تک تک رهبری حزب توده ایران. شکنجه ما رو به اون نقطه رسوند. من رو آویختن، دستبند زدن، یک حلقه از سقف آویختن به اون و ارتفاعش رو اینقدر گرفتن که نوک پنجه پام فقط به زمین میرسید. بعد میبردن جلو، رها میکردن، پاندول میشد. شما نمیدونید، مثل این که تک تک این جوارح بدن رو میگیرن با مقاش میکشن بیرون. ولی مگر این میتونه تداوم پیدا بکنه؟ بلا فاصله مجبور شدن به علت ایست قلبی تو پتو بپیچن، من رو ببرن بیمارستان. که وقتی از بیمارستان من برگشتم دیدم پشت در دستشویی نوشته عمویی زیرش شکنجه کشته شد. از سلول اونجا دیده بودن، منو پتو پیچ کردن و بردن. اینایی که میگم فقط درباره من اجرا نشده ها، درباره تک تک رفقای ما به اشکال گوناگون انجام گرفته. گفت که آقای عمویی رابطه تو با همسر امام بگو. اصلا من شوکه شدم. گفتم چی؟ شما هر گونه اتهامی به ما، به سازمان ما، به دخترامون، پسرامون میزنید، شرم بکن به امامتون شما. گفت نه از اون رابطه ها. گفتم با چه رابطه؟ رابطه سیاسی تو با همسر امام، یعنی چیزی که وجود نداره. حالا هی بزننت تو چی میتونی بگی؟ بعد از یک هفته آمدن به من گفتن که شما دوستی به نام ثقفی داری؟ بله. فکر نمی‌کنم خود ثقفی دیگری میتونه وجود داشته، مضافاً اینکه میتونی به اون تلفن زنگ بزنی و راه داره برای فقط از طریق ضربه زدن، شلاق زدن و بدترین شکل ممکن. در لابلای این زدنها که دیگه ما به نهایت ضعف میرسیدیم، میگفت مصاحبه میکنی؟ حتی اون موقعی که ما پذیرفتیم و رفتیم نشستیم، دوربینا اومد ضبط بکنه مطالبو، مثلا من میگفتم خلافایی که حزب مرتکب شد قطع میکردن، ما رو میبردن دوباره اتاق شکنجه. نه، خلاف چیه؟ جملات رو تعیین میکردن، واژه ها رو تعیین میکردن، خیانت هایی که حزب توده ایران کرد. بعد از اینکه برای اولین بار من رو بستن روی تخت و آماده فرود اولین ضربه کابل بودم، دیدم هر دو بازجو دست به آسمان بلند کردن، بارلا تو گواهی برای عظمت اسلام ما این کار میکنیم، و شروع کردن بزدن. واقعا من قبل از دستگیری این دوره این بسیجی هایی که میرفتن رو مین و جان میباختن واقعا خیلی مورد علاقم بودن، خیلی مورد احترامم بودن، به خاطر باورشون، به خاطر آرمانشون، حالا درست یا غلط. ولی حیرت زده بودم که آیا واقعاً با شلاق پارو تیکه پاره کردن برای عظمت اسلام میتونه باشه؟ من هرگز نتوانستم خودم قانع کنم که اینجا هم یک صداقتی وجود داره، یک باوری وجود داره. اینجا دیگه یک جریان دیگری هست. آقای قائم فنا بفرمایید. با درود فراوان به رهبر انقلاب کبیر اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی و سلام به ملت شهیدپرور و ایثارگر ایران. من در این مصاحبه موضوع صحبتم را تحت عنوان وابستگی و تبعیت حزب منحل توده از سیاست شوروی، ریشه و منشأ فعالیت‌های جاسوسی این حزب را تشکیل می‌دهد انتخاب کردم و در این باره صحبت. تاریخ 40 ساله فعالیت‌های خیانت آمیز حزب منحل توده شاهد زنده و گواه این مطلبی است که عنوان صحبت من. البته در اینجا قبل از من در این مصاحبه درباره تاریخ گذشته حزب توده تا قبل از کودتای 28 مرداد که در مسائل گرهی با تبعیت و پیروی و دستور گرفتن از محافل شوروی و تبعیت از سیاست شوروی چه زیانهایی و چه خیانتهایی به مردم ایران کرده، که اینجا به طور خلاصه من میگم که در اینجا درباره‌شون به طور مفصل صحبت شد و بعداً هم در مصاحبه دیگر دوستان حتما صحبت خواهد شد. یکی سیاست درباره امتیاز نفت، شرکت در دولت قوام، سیاست نسبت به حکومت فرقه دموکرات و همینجور
مسائل مربوط به کودتای 28 مرداد و نهضت ملی ملی. در اینجا باید بگم که تأسیس حزب توده ایران علاوه بر اینکه به دست کسانی انجام گرفت که به نحوی از آنها وابستگی‌هایی و ارتباطاتی با شوروی داشتند یا در اونجا تحصیل کرده بودند، حتی کسانی که در دوران رضاشاه به جرم جاسوسی برای شوروی مجرم بودند و زندانی شده بودند، در تأسیس حزب تأثیر داشتند و از مؤسسین حزب بودند. از این لحاظ پایه تبعیت و وابستگی حزب و همینجور فعالیت‌های جاسوسی که بعداً به وسیله اعضا و رهبران این حزب انجام گرفت، چه در دورانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کرد و چه در دورانی که پس از پیروزی انقلاب به ایران آمد، از همون روز تأسیس بنای آن گذاشته شد. من اینجا بیشتر تاکید میکنم در دوران فعالیت حزب در خارج از کشور. پس از کودتای 28 مرداد و حتی قبل از اون، پس از شکست حکومت فرقه دموکرات، عده زیادی از رهبران فرقه و اعضای آن و پس از آن بعد از کودتای 28 مرداد عده زیادی از اعضا و رهبران حزب توده به اتحاد شوروی پناهنده شدند و به اون کشور پناه بردند، فرار کردند. از همون موقع به وسیله سازمان امنیت شوروی که تحت عنوان کاگبه مشهور شده، عده‌ای از اعضای حزب و رهبران به کار گرفته شدند برای دادن اخبار و اطلاعات درونی حزب. یعنی علاوه بر اینکه حزب کمونیست شوروی به وسیله نماینده خودش که در تمام مجامع و پلنوم‌های حزب توده در خارج شرکت می‌کرد و علاوه بر اینکه تمام تغییرات و تحولاتی که در خارج از کشور در رهبری حزب ایجاد کردید، علاوه بر اینکه تمام سیاست‌ها و خط مشی‌هایی که نسبت به فعالیت و نسبت به ایران و جنبش‌هایی که در ایران بود حزب اتخاذ می‌کرد به دستور و با صلاح‌دید مقامات شوروی بود، علاوه بر تمام اینها سازمان امنیت شوروی خود مستقلاً با عده‌ای از اعضای رهبری و اعضای حزب برای کسب اخبار و اطلاعات درون حزبی استفاده می‌کرد. هدف اینها چی بود؟ کنترل کامل و نظارت کامل حتی روی زندگی داخلی حزبی. در دوران فعالیت حزب در خارج مسائلی در رهبری که همون ریشه‌های اختلاف سابق بود پیش می آمد. این اختلافات سرایت می کرد طبعاً به سازمان‌های تابعه حزب که در کشورهای بلوک شرق متفرق بودند اقامت می کردن و قسمت اعظمشون در شوروی. از این عناصر خودش که چه در میان اعضا و چه در میان رهبری حزب بودن استفاده می کرد که بفهمن آیا در این اختلافات رگه‌های ضد شوروی وجود داره یا نه، که از اینا باخبر بشن. مسئله دوم اختلافات ایدئولوژی که در جنبش کمونیستی جهانی به وجود آمد که یک سر شوروی بود و یک سر چین که همه بینندگان اطلاع دارن از این اختلافات. در اونجا در حزب توده هم در رهبریش یک همچین جریانی به وجود آمد که موجب اخراج چند تن از اعضای کمیته مرکزی شد. در این موقع طبیعی بود که این اختلاف نظر و این اختلاف نظریات ایدئولوژیکی در سازمان‌ها و بین اعضای حزب که در خارج از کشور بودند و در شوروی بودند سرایت خواهد کرد و سازمان امنیت شوروی و مأمورین آنها که با اعضای حزب و عده‌ای از رهبری تماس داشتن می‌خواستن ببینن این اختلافات تا چه حد ریشه‌ای و اعضای حزب توده که در شوروی اقامت دارن تا چه حد طرفدار نظریات چین هستند و اعضای حزب که به این کار تن در می‌دادن و همینجور رهبران این مسئله رو فوق‌العاده طبیعی می‌دونستند. یعنی یک وظیفه به اصطلاح جهان کمونیستی، انترناسیونالیستی و همبستگی بین‌المللی خودشون می‌دونستن. در اون موقع ارزش‌های اخلاقی که جهانبینی مارکسیستی به ما داده بود این چیزها رو مذموم نمی‌دونست، بلکه اینا رو خدمت می‌دونست. اینها رو داوطلبانه ما انجام می‌دادیم و اینا رو خدمت به جهان سوسیالیسم که مرکزش شوروی محسوب می‌شد خدمت به اونجا و استحکام مبانی سوسیالیسم می‌دونستیم. باید بگم که تا قبل از دستگیری واقعاً ارزش‌های اخلاقی ما اینجور بود. ما این مسائل رو مذموم، قبح این مسائل رو تشخیص نمیدادیم. ما موقعی که با انقلاب اسلامی روبرو شدیم و به خصوص مدتی که به حساب دستگیر شدیم و بازداشت هستیم، در روابطی که برادرانی که با ما ارتباط دارن چه از بازجویان چه نگهبانان
ما میفهمیم که یک ارزش‌های اخلاقی دیگری وجود داره، علی‌رغم و درست ضد اون ارزش‌ها، نه ضد یعنی در مقابل اون ارزش‌هایی که ما قبلا ارزش می‌دونستیم و اینا ضد ارزش بودن و این ضد ارزش‌هایی که در ما تلقین شده بود و برای ما ملکی شده بود و ما در تمام رفتار خودمون و در ایدئولوژی خودمون و در سیاست خودمون، چه در کل حزب چه در رفتار شخصی خودمون ازش تبعیت می‌کردیم، اینها را خیال می‌کردیم ارزشه. ولی در مقایسه با ارزش‌هایی که فعلا پس از پیروزی انقلاب در جمهوری اسلامی می‌بینیم مغایرت تام داره و این ارزش‌ها واقعاً ارزش‌های ضد انسانی. شما در پایان اشاره کردید به این مطلب که شوروی برای اطلاع از سیر و انفعالاتی که در درون حزب رخ میده و احیانا نظراتی ضد سیاست شوروی در بین پاره از رهبران حزب ممکنه به وجود بیاد، از افراد استفاده میکرد و گزارشاتی ازشون می‌داد و افراد به اعتبار اینکه به سوسیالیسم جهانی خدمت میکنن چنین وظیفه‌ای رو درست می‌دونستن. آیا این افراد که عضو حزب بودن در این حال گزارشی به حزب خودشون میدادن درباره این کار؟ نه خیر، این افراد کاملا روابطشون مخفی بود و از روابطشون فقط خودشون و اون سازمان امنیت شوروی اطلاع داشت. حزب از این روابط هیچ گونه اطلاعی نداشت. کما اینکه قبلا هم که در رهبری از این عناصر بودن، این اعضای رهبری مستقیما با سازمان امنیت شوروی ارتباط داشتن و حزب از این جریان اطلاعی نداشته، که حتی در اختلافاتی که قبلا در رهبری حزب وجود آمد و عده‌ای کنار گذاشته شدن و خودشون رفتن شروع بنای مخالفت با حزب توده گذاشتن، در مصاحبه‌های خودشون این مطلب رو بیان کردن. نمونهش مصاحبه و اون کتابی که فریدون کشاورز نوشته که اونجا اسم آورده چه کسانی در رهبری حزب در عالی‌ترین مقام از اعضای هیئت اجرایی این ارتباطات داشتن و بر علیه اعضای رهبری گزارش‌هایی می‌دادن. خلاصه عرض کردم آخر صحبتم این بود که مسئله یعنی ریشه این امر در جهانبینی نادرست ما و در اون ارزش‌های اخلاقی بود که امروز در جامعه ایران ما با ارزش‌های دیگری یعنی ارزش‌های والاتری برخورد می‌کنیم و وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم ارزش‌های اخلاقی که ما داشتیم با جهانبینی خودمون در چقدر سطح پایین غیر انسانی و غیر اخلاقی. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، رهبری حزب به اضافه عده‌ای از کادرهای حزب و به طور کلی دبیرخانه حزب که در لایپزیگ بود به ایران انتقال. این مسئله یعنی مسئله جمع‌آوری خبر و اطلاعات و دادن اینا به مقامات شوروی به انواع مختلف که بعداً در اینجا دوستان که در این موارد خلاصه فعالیت داشتن به طور مفصل صحبت خواهند کرد. من چند مورد رو اینجا عرض می‌کنم. یک وسیله و کانالش یک شرکت بازرگانی بود که از اعضای کمیته مرکزی در اونجا کار می‌کردند و این شرکت بازرگانی یک پوششی بود برای دادن اطلاعات و اخبار به ارگان‌های شوروی توسط نمایندگی بازرگانی یا شاید ارگان‌های دیگر شوروی به شوروی و در مقابل گرفتن کمک‌های مالی، کمک‌های جنسی برای حزب. که این مسئله کاملا الان روشن شده، هم اشخاصی که در اون شرکت داشتن و هم اخباری که داده شده و هم کمک‌هایی که از این راه گرفته شده. مسئله دیگه ایجاد سازمان نظامی و سازمان مخفی. البته اهداف استراتژیکی سازمان نظامی و سازمان مخفی بعداً به وسیله مسئولش بیان خواهد شد. این اهداف استراتژیکیش براندازی جمهوری اسلامی، ولی اهداف تاکتیکیش و عمل پراتیکش در روز جمع‌آوری اخبار بود که این دو سازمان یعنی سازمان مخفی از نهادهای انقلابی و سازمان نظامی از نیروهای مسلح اخبار و اطلاعاتی رو جمع می‌کردن که این اخبار و اطلاعات هم به وسایلی که بعداً اینجا بیان خواهد شد و به وسیله اشخاصی به سازمان‌های جاسوسی شوروی داده می‌شد. یعنی تمام اخبار و اطلاعات امنیتی کشور چه در نیروهای مسلح و چه در غیر از آن به سازمان‌های جاسوسی شوروی داده می‌شد. یک مسئله دیگر که جنبه جاسوس پروری در حزب داشت، من به علت مسئولیتی که در شعبه مرکزی بازرسی داشتم
به بیشتر شهرستان‌ها و استان‌ها برای رسیدگی و بازرسی رفتم و سازمان‌ها رو دیدم، در حوزه‌های حزبیشون شرکت کردم، در حوزه‌های سطوح بالای این سازمان‌ها شرکت کردم. در تمام حوزه‌های حزبی تا بالا گرفته تا سازمان‌های ایالتی، یکی از مواد برنامه هر جلسه گفتن و بیان اخبار و اطلاعات بود که اعضای حزب و حتی هوادارانشون مجبور بودن، یعنی موظف بودن که اخبار و اطلاعاتی رو کسب کنن، به حوزه حزبی بیارن، از حوزه به سازمان بالاتر تا بالاخره به شعبه مرکزی اخبار و اطلاعات، از اونجا به عالی‌ترین مقامات حزبی داده میشد و مسلماً اخبار لازمش که جنبه امنیتی یا جنبه نظامی و اخباری که از نهادهای انقلابی گرفته میشد به سازمان‌های خارجی، یعنی سازمان‌های جاسوسی شوروی داده میشد. مسئله دیگه اعزام غیر مجاز و غیر قانونی دانشجو که به هر جهت ما می‌بینیم که هر کس مدت زیادی در کشورهای بلوک شرق به خصوص در شوروی برای تحصیل رفته باشه یا برای اقامت رفته باشه، مثل ما که برای مدت زیادی اقامت بودیم، به نحوی از آنها سازمان‌های جاسوسی و سازمان امنیت شوروی سعی می‌کنه از اینها استفاده بکنه و اینا رو به کار. این عمل حزب یک عمل پیشبینی برای آینده بود که یک کادرهای دیگری مثل اعضای فعلی خودش و مثل اعضای رهبری فعلی خودش که ارتباطات غیر قانونی و ارتباطات دادن خبر و اطلاعات با شوروی دارن، جوانهای دیگری هم برای این کار پرورش پیدا کنن و در آینده دوباره بیان حزب رو در همون روال سابقش به پیش ببرن. در اینجا باید گفت اهداف جاسوسی چه بود؟ من به طور خلاصه میگم 2 هدف عمده در این جاسوسی حزب برای شوروی نهفته بود. یکی استفاده از اخبار و اطلاعات جمعی این ارگان‌هایی که من نام بردم و امکاناتی که داشت برای پی بردن به ضعف‌های درون نهادهای انقلابی، بزرگ کردن اونها در مطبوعات و نشریات خودش و در نتیجه روگردان کردن مردم از انقلاب، ضعف انقلاب و تضعیف نهادهای انقلابی برای اینکه در موقع مناسب بتونه ضربه خودشو برای براندازی انجام بده. هدف دوم از این اقدامات جاسوسی این بود که به دولتی که یعنی همون اتحاد شوروی که این اخبار و اطلاعات داده میشه نشون داده بشه که حزب توده و رهبری اون تا چقدر سرسپرده و تابع نظریات شوروی هستند. بدین وسیله کمک‌های هرچی بیشتر سیاسی، اقتصادی، معنوی و در مورد لازم اگر پیش بیاد نظامی شوروی رو برای به قدرت رسوندن حزب توده ایران و حاکمیت به خودشون جلب بکنن. یعنی همون کاری که در افغانستان انجام شد، رهبری حزب توده این انتظار رو داشت که در یک موقع مناسب بتونه این کمک‌ها رو از شوروی حتی اگه امکان داشته باشه موقعیت منطقه و جهانی ایجاد بکنه، اشغال ایران و کمک‌های نظامی ایران برای به حاکمیت رسوندن حزب توده. مسئله دیگر وابستگی و تقلید حتی میشه، تقلید و تبعیت تام رهبری حزب توده از سیاست شوروی در مسائل خارجی، به خصوص در مسائل منطقه. من به عنوان مثال و برای اینکه صحبتم زیاد طول نکشه، نمونه افغانستان رو که به خصوص بینندگان محترم ما با اون کاملا آشنا هستن اینجا آوردم. ما از ابتدای کودتای سیاسی نظامی در افغانستان که همه میدونن به وسیله شوروی و عمال دست نشانده اون در کشور انجام گرفت، یعنی در کشور افغانستان انجام گرفت، حزب توده شروع به پشتیبانی و تقلید کامل از سیاست شوروی کرد. یعنی نشریات و مطبوعات حزب توده کاملا تقلید بود از مطبوعات شوروی. و بعد روی کار آمدن ببرک کارمل که با وجود ارتش شوروی و به دستور اون انجام گرفت، ما تمام اینا رو به حساب انقلاب اصیل مردمی در افغانستان میذاشتیم و برای خوانندگان مطبوعات خودمون اینجور خلاصه تشریح و توضیح میکردیم و همینجور اشغال افغانستان به وسیله ارتش شوروی و کشت و کشتاری که به وسیله این ارتش میشه، ما اینو وانمود میکردیم به کمک انترناسیونالیستی یا کمک بین المللی و همبستگی اتحاد شوروی به مردم افغانستان برای حفظ و دفاع از دستاوردهای انقلابش. من در پایان سخنم عرض میکنم از بیان این واقعیات و مصاحبه‌های رهبران حزب منحله توده چنین میتوان نتیجه گیری کرد که حزب منحله توده یک سازمان کاملا وابسته به شوروی و در واقع زائده و دنباله‌رو سیاست‌های آن
و یک سازمان کسب خبر و اطلاعات برای ارگانهای امنیتی و جاسوسی آن کشور بود. حزب منحله توده نه در راه منافع استقلال کشور و مردم آن، بلکه در جهت وابستگی آن به ابرقدرت شوروی و تأمین منافع و اهداف آن و نیز در جهت اجرای نقشه‌های توطئه‌آمیز به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی و رسیدن به حاکمیت سیاسی در کشور تلاش و فعالیت می‌کرد. بیان این حقایق و واقعیات از زبان رهبران و مسئولان با سابقه حزب منحله توده که محتوای حقیقی فعالیت آن را در سراسر تاریخ 40 سالش تشریح می‌دهد، برای آن افراد و ویژه جوانانی که تحت تأثیر تبلیغات ریاکارانه به صفوف این حزب جلب شدند و نادانسته و ناخواسته در فعالیت‌های خیانت آمیز این حزب شریک شدند، هشدار دهنده و آموزنده است که باید از آن درس عبرت گرفته هر گونه ارتباط سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیکی خود را با آن قطع نموده به دامان انقلاب شکوهمند اسلامی روی آورند و تمام نیرو و توان خود را صادقانه در راه گسترش و شکوفایی این انقلاب مردمی اصیل و استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بندند. در ادامه این بحث، یعنی مسئله جاسوسی، مسئول سازمان مخفی که عمده فعالیت جاسوسی در آنجا متمرکز شده بود توضیحاتی خواهند داد. آقای پرتویی. با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به مردم قهرمان و ایثارگرمان، به ویژه رزمندگان دلیر جبهه‌های جنگ تحمیلی و ضد انقلاب داخلی، و با سلام به پیکارگران و جهادگران سنگرهای جامعه سازندگی جامعه نوین اسلامی ایران. قبل از هر چیز اجازه می‌خواهم از این فرصتی که من داده شده تا بتوانم با افشای پاره‌ای از حقایقی که به آنها رسیدم بپردازم به سپاسگزاری کنم. باشد که این مختصر اذهان کسانی را که هنوز دچار کج‌اندیشی و گمراهی هستند روشن سازد و از احتمال لغزیدن دیگران به این بیراهی‌ها بکاهد. در آغاز لازم می‌دانم در مورد کارزار تبلیغاتی رذیلانه‌ای که دستگاه‌های دروغ پردازی شرق و غرب پس از دستگیری رهبران حزب و به ویژه بعد از پخش اولین مصاحبه‌ها در پیرامون افسانه شکنجه‌های وحشیانه، آمپول‌های تلقینی، داروهای شیمیایی و غیره به راه انداختند تا شاید چهره واقعی خیش را در پشت جفسازی‌ها پنهان سازند، چند جمله عرض. واقعیت این است که تجربه تاریخی و مبارزات انقلابی ملت‌ها ثابت کرده است که هیچ شکنجه و تلقینی نمی‌تواند انسان‌های شریف و آرمانخواه را به زبونی و ذلت پایمال کردن اعتقادات و آرمان‌هایشان وادار سازد. اگر آن اعتقادات و آرمان‌ها واقعی، انسانی و خالصانه باشد. مقاومت‌های حماسی اکثر مبارزان در برابر شکنجه‌های حیوانی رژیم معدوم شاه و حماسه‌های مقاومت زنان و مردان رزمنده و عدالتخواه در تمام شکنجهگاه‌های رژیم‌های ارتجاعی و فاشیستی خودگویای این مدعاست. اما در زندان‌های جمهوری اسلامی شرایط به گونه‌ای دیگر است. وقتی انسان خود را در زندان مردم و انقلاب می‌یابد و به دور از حصارهای حزبی و تشکیلاتی با خویشتن خویش تنها می‌ماند و مستقلانه به عملکردهای خود و همراهانش می‌اندیشد، چگونه می‌تواند در برابر حقانیت انقلاب و مردم، اگر در خود کوچکترین نشانه‌ای از صداقت و شرافت انسانی سراغ داشته باشد، مقاومت ورزید؟ ما چه در نظریات و چه در عملکردهایمان حقانیت نداشتیم. پس به ناچار در زندان انقلاب و مردم در برابر حقانیت آنها سر تسلیم فرود آورد. به هر حال در اینجا با صراحت اعلام می‌کنم که برخلاف شایعه سازی‌ها و دروغ پردازی‌های ضد انقلاب داخلی و خارجی، برخورد برادران مسئول در جمهوری اسلامی، در زندان جمهوری اسلامی، نه تنها به دور از انتقام جویی و اعمال فشار، بلکه به نحو غیر منتظره‌ای انسانی و سازنده بوده است. و اما درباره جاسوسی، سابقه فعالیت‌های جاسوسی در حزب توده به نفع شوروی قاعدتاً با تاریخ این حزب درآمیخته است، چرا که از یک سو بنیانگذاری حزب توده در ایران و حتی نامگذاری آن به دستور شوروی
و تحت حمایت مستقیم ارتش سرخ شوروی که به همراه سایر ارتش‌های متفقین در شهریور 1320 ایران را به اشغال خود درآورده بودند صورت پذیرفت و در نتیجه از همان ابتدای تأسیس وابستگی این حزب به شوروی مطلق و بیچون و چرا. از سوی دیگر اصولا نمیتوان بین دو مقوله جاسوسی و وابستگی تمایزی وارد شد. یک حزب وابسته طبعا اطلاعات مکتسبه از کشوری را که در اون فعالیت می‌کند در اختیار دولت یا حزب دولتی مطبوع خود قرار میده و در مقابل دستورات و راهنمودهای اون حزب یا اون دولت رو در مورد جمع‌آوری اطلاعات و هر گونه اطلاعاتی که اون کشور لازم داشته باشه بیچون و چرا و در نهایت کوشش و تلاش عملی می‌کنه. متاسفانه من از چگونگی فعالیت‌های جاسوسی حزب در طول تاریخ حزب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اطلاع کافی و دقیقی ندارم، اما از اونجا که وابستگی و جاسوسی دو روی یک سکه هستند در زیر فهرست ناقصی از نشانه‌های وابستگی کامل حزب رو به شوروی به اطلاع می‌رساند. اول بنیانگذاری حزب توده در مهر ماه 1320 به دستور مسکو و تحت حمایت مستقیم ارتش سرخ شوروی به منظور بهره‌گیری از شرایط مساعدی که به دنبال سقوط دیکتاتوری 20 ساله در کشور ایجاد شده بود برای نیل به قدرت سیاسی در ایران و تبدیل کشور به یکی از اقمار شورا. دوم، متابعت رهبری حزب به دستور سفارت شوروی در مورد پذیرش عبدالصمد کامبخش به عضویت و رهبری حزب در سال 1323. قبل از اون لازم تذکره که کامبخش به دلیل خیانتی که در لو دادن گروه 53 نفر به رهبری دکتر ایرانی در سالهای قبل از اون به پلیس رضاشاهی انجام داده بود، به عضویت حزب پذیرفته نمیشد. لازم تذکره که کامبخش از سالها قبل عامل شوروی و نماینده کمینترن در ایران. به دنبال اون میشه از موارد دیگه‌ای نظیر پشتیبانی از امتیاز نفت شمال، شرکت در کابینه قوام و متابعت از سیاست شوروی در مورد فرقه دموکرات آذربایجان و غیره نام یا از نگهداری پنهانی تشکیلات افسری حزب به دستور شوروی و هدایت چند از رهبری حزب علیرغم تصمیم اکثریت حزب در مورد انحلال اون در سال 1325 و همچنین مخالفت حزب با شعار ملی کردن نفت، مخالفت با دولت ملی دکتر مصدق و نهضت سالهای 29-32 و نقش منفعل حزب در کودتای 28 مرداد و کدبسته تحویل دادن سازمان افسری حزب به کودتاچیان. و بعد باز میشه از جنایات و ترورهای متعددی که به دستور رهبری حزب یا جناحی از اون در سالهای قبل و بعد از کودتای 28 مرداد انجام گرفته و باز یادآور تصفیه‌های خونین و مدهشی است که در همون سالها توسط استالین و شوروی انجام میشد نام. در سالهای مهاجرت اعضای رهبری حزب در عضویت رسمی سازمان جاسوسی کاگب در اومدن و فعل و انفعالات درونی حزب رو مستقیما به اطلاع این سازمان میرسوند که در این مورد هم صحبت کافی شد.